رفقای گل یوتیوب سلام، چطورین؟ امیدوارم هر جدونه که هستین عالی باشین. خیلی خوش برگشتیم به یک ویدیوی جدید، به یک پست کاهش پینگ از پابجی نیوز. امیدوارم تو این 40 روزی که گذشت عزیزی رو از دست نداده باشین و تنتون سالم و سلامت باشه. همینطور که میدونید بچه‌ها اینترنت دچار خیلی مشکلات، دچار خیلی اختلالات عجیب و غریبه، مخصوصا شب‌ها. ما یک سری کدها و یک سری کانفیگ‌های وایرگارد براتون آماده کردیم داخل کانال تلگرام. میذارم یک سری کد هم داخل خود ویدیو و از این بیشتر نشد که داخل این ویدیو توضیح بدم و افزایش سرعت اینترنت رو میخوام براتون توضیح بدم. بریم با هم پست بعدی رو ببینیم. خب عشقای داداش، همینطوری که من خودم از یه سری کدهای دی ان اس استفاده میکنم که برای شما هم داخل کانال تلگرامی میذارم. همینطوری می داخل سرور اروپا پینگ من هم سبز هم خیلی پایینه و اینترنت حالا متاسفانه منطقه‌ای شده بچه‌ها. شاید یه سری کدهای برای من کار کنه، برای منطقه شما کار نکنه. برای همین من خیلی جرئت نکردم این سری کدها رو بذارم داخل تی دی من که می‌بینی پینگ 44 رجیسترش هم حرف نداره. این کدهایی که من میذارم براتون تست شده است. من خودم بارها داخل ویدیو گفتم من خودم تست میکنم اینا رو، بعد برای شما میذارم و یک سری کانفیگ‌های وایرگارد هم داخل ویدیو براتون میذارم. رفقا ببینید واقعا اینترنت های خورده چی عرض کنم، خورده که خیلی بیشتر از اینها، مثلا مخصوصا شبا اختلالش زیادتر میشه. بعد شما این کدها رو بچا تست کنید، کانفیگ های وایرگارد هم همینجور تست کنید. من براتون داخل کانال تلگرامی میذارم و شما باید برین خودتون تست کنید ببینید کدوم کد برای شما جواب. از رایتل استفاده میکنید، از ایرانسل استفاده میکنید، از همراه اول استفاده میکنید. من کداشم براتون توضیح میدم که چه سروری برای کدوم سیم کارت. این الان خود پینگ خودم رجیسترش هم هیچ مشکلی نداره. دو هید سه هید اصلا توی کلوز نه کم میاری نه تیرت عقب جلو میشه. رجیستر هم که داره، بعد نه گان دیدی برام داخل کلاسیک هم همینطوره. اگه واقعا شما اینترنت خوب باشه، دوستتون اینترنتش مشکل داشته باشه، برای شما مشکل ایجاد میشه. توجه سعی کنید اگه کد خوب گیرتون میاد، اگه مثلا کانال تلگرامی ما رو برای دوستاتون بفرستید تا اونا میتونن کدا رو بردارن، برای خودتون هم خوبه. اگه با اسکواد بازی میکنید یا هر چیزی، خدا میدونه، خدای من بالا سر شاهد، اینقدر من توی مدت پول وایرگارد، پول اوپن وی پی ان، پول دی ان اس دادم. یه ساعت جواب 2 ساعت قطعه، 2 ساعت بس 3 ساعت قطعه. یا اختلال اینقدر زیاد میشه که اصلا میره داخل مچ نمیشه مثلا پلی داد. متوجه؟ برای همون میگم مثلا من نتونستم مثلا ویدیو کامل براتون درست کنم داخل این مدت یا چیز اپ رو معرفی کنم که واقعا 100% جوابگو باشه. ولی خب کدهای جدید میذارم براتون هر روز داخل کانال تلگرام، داخل ویدیو هم راهکارهای افزایش اینترنت براتون میذارم. داخل همین ویدیو هم گذاشتم یه سری وی پی ان های رایگان هم گذاشتم که اینستا و تلگرام اینا را یوتیوب خیلی قشنگ جواب میده. اونا رو براتون داخل همین ویدیو گذاشتم، ببینید و نحوه اتصال اینا رو همه رو قشنگ ببینید. بریم سراغ کدها. از کدها بچه‌ها میتونید شما اسکرین شات بگیرید داخل همین ویدیو، یا اگرم حوصله اسکرین شات ندارین برین داخل کانال تلگرامی. من کدا رو یه جوری میذارم که شما به محض روی هر کدوم که بزنید خودش کپی میشه خودکار. متوجه؟ اونا راحت میتونید داخل دی ان اس چنجرتون ست کنید. اینا رو بچا آی پی وی 6 آی پی وی 4 بود، قبلی آی پی وی 4 بود، اینم آی پی وی 6، همه رو با هم یعنی قشنگ روی تصویر هست. یا اسکرین شات بگیرین یا اینکه برین داخل کانال تلگرامی از اونجا بردارید. بریم یا راهکارم برای سرعت اینترنت برای افزایش. بچه‌ها شما تنظیمات گوشیتون رو باز کنید، بعد بیاین پایین شبکه‌های تلفن همراه یا موبایل، اینا رو که پیدا کنید نام نقاط دستیابی رو پیدا کنید یا دسترسی فرق نمی‌کنه، داخل گوشی‌ها با هم فرق می‌کنه. قسمت نام رو بچه‌ها این فارسی است، بزنید مثلا الکی بزنید روش میشه خالی، یه اسپیس بزنید میشه خالی. گزینه دوم نام نقطه دستیابی رو بزنید نان. درست شد؟ بیاین پایین بعد برسیم تا به این نام نقطه دستیابی. اینو بزنین دیفالت، بعد یه دونه فلش بزنین جدا بشه، بعد اس تی یو پی ال اینو بزنین بچه‌ها. اینو هم تاییدشو بزنید، بعد گزینه‌هاش هم روی آی پی وی 4 و آی پی وی 6 تنظیم کنید. بعد اینجا بزنید بیاین پایینتر بزنید بیشتر، بعد ذخیره‌اش کنید. اینی که شما ذخیره کردین بچه‌ها، بعد یک کم جلوتر براتون توضیح میدم که یه گزینه دیگه هم هست، اونم داخل تنظیمات موبایلتون، داخل تنظیمات موبایلتون بزنید. فرق میکنه، خیلی فرق میکنه بچه‌ها. توجه شدین؟ برین جلوتر داخل سرچ موبایلتون بزنید بچه‌ها اسکن زمانی که شما بزنید اینا رو الان برای شما که بزنید یعنی روشنه، اینا رو شما غیر فعال کنید. اینا چیکار میکنه؟ اینا بلوتوث و وای فای دور و بر رو مثلا از اینترنت شما میگیره،
و اینترنت شما دچار مشکل میشه، یعنی به پابجی و اینا نمیرسه. اینا رو خاموش کنید دیگه رفت میشه. بریم داخل کانال تلگرام. اینم از کانال تلگرامی بچه شما تو هر جایی که بچرخین کد دی ان اس کانفیگ وایرگارد، حالا وایرگارد هم میذارم، کانفیگ ویتوری میذارم، کدهای دی ان اس همش هست داخل ویدیو خبررسانی که از قبل بود. کانفیگ های نبستر هم هست، وایرگارد هم هست، هر چی که شما دنبالش باشین، ویوا وی پی ان و بینگ وی پی ان هم از داخل همین دانلود کنین و راحت میتونین اینستا و یوتیوب و تلگرام اینا رو همه رو قشنگ برای خودتون بیارین بالا. حالا من جلوتر براتون تست میکنم یه وقتی سوء تفاهم نشه بگه که آقا برای خودش داستان درست کرده اینو. اینم از بینگ وی پی ان بچا. این قسمت سروراش که بزنین اتوماتیک زد اینجا، اون بالای فلش هست، اونو بزنین بچا هم پینگشو بهتون نشون میده، هم کدوم سرور متصله، همه رو بهتون نشون میده. هر سروری که پینگ سبز داد و پینگ پایینتری داد رو همون متصل بشین و سرعت خیلی خوبی هم داره بچا. اینو حالا با هم جلوتر تست میکنیم. سرعت خیلی خوبی هم داره. یه رفرش بزنین کلا سرور براتون آپدیت میشه، سرور جدید میاد براتون. هر کدوم که پینگ پایینتر داد به همون متصل بشین. و از این کانفیگا و از این وی پی ان داخل کانال از این بعد سعی میکنم خیلی بیشترم بذارم و مخصوصا شبا خیلی اختلال زیاد میشه، چیزای قوی تر و پرقدرت‌تر براتون بذارم که بتونین لااقل اینستا و یوتیوب اینا رو برین راحت بگردن. حالا ما این ندرلند 5 انتخاب میکنیم، روش میذاریم بچه‌ها ببین قشنگ الان کانکت میشه. بریم با هم یه سر داخل کانال تلگرام رو ببینیم که ببینید واقعا الکی رو هوا که من نمیگم بیام که رو هوا بگم. حالا شاید خیلیاتون هم داشته باشین دارین استفاده میکنین متوجه. حالا به هر صورت شاید این کمکی باشه و از دست من برآمده باشه من براتون انجام بدم. یه چند لحظه چیز کنین کانکت میشه. بعد زمانی که کانکت شما همه جا رو میتونین باش بگردید. متوجه شدین؟ هم اینستاگرام، هم یوتیوب و هم هر جایی که مثلا فیلتر شده باشه شما میتونید باش برید. یه بالا پایین بکنید، یه چند لحظه صبر کنید وصل میشه. زمانی که وصل شد بچه‌ها شما دیگه وصلین دیگه، هر کارو بکنید میتونید باش انجام بدید. اینم از این. بعد در مورد ویدیوهای اطلاع رسانی اونم براتون بچه‌ها در اسرع وقت درستش میکنم ان شاءالله. دیگه خودتون میدونین، لایک کردین دوست داشتین، ساب کردین دوست داشتین، هر دوست داشته بکنی بکن. به قول استاد رضا بلوگی میگفت که کسی که بخواد حمایت کنه همه جوری حمایت میکنه، نیاز نیست بگی شما 100 بارم که بگی طرف دوست نشه بشه حمایت کنه، حمایت نمیکنه دیگه. ویدیو با خودتون ان شاءالله براتون جدیدترین‌ها و بهترینا رو هم میذارم، هم آرزو میکنم که همیشه تو زندگی بهترینا رو داشته باشید. رسیدیم با آخر ویدیو. کانال کدهای جدید حتما داخل تلگرام قرار داده میشه. تا ویدیو بعد ان شاءالله که شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، موفق باشید.